سلام برای بچه، حالتون چطور؟ من هستم سرسورم و خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی جدید دیگه از چنل من. امروز قرار بازی کلش آف کلنز رو بریم یکم رنگ کاپ کنیم و خب کاپمون رو ببریم بالا و ببینیم تا چه حد میتونیم ببریم بالا. و اینم مثل رنگ کاپ فری فایر کلش اسکواتش 2 پارت میکنم که قشنگه بتونیم رنگ کاپ کنیم و هدف ما اینو قرار به 1400 برسونیم و اینو یعنی تو این سرزمینم اینو قرار به 1000 رو ببینم تا چند کنم نفر از بقیل بیام دیگه 1200 اینو بکنم یا 1150. آره دیگه خیلی هم ویدیو نمیخوام طولانی تر کنم، پس برو بریم سراغ ویدیو. لایک دنبال فراموش نشه. Let's go. خب برای بچه الان ما جای جامعه چند نفره هستیم، جامعه های شما که 1068 هست و نفر نهم هم تو کلن هستم و خب الان میخوایم ببینیم دیگه چقدر میتونیم چیز کنیم. این قویه، واقعا قویه، پس شما میدونیم در حدش نیستیم میزنیم بعدی. اصلا نمیخوام ریکس کنم، ریکس نه ریسک کنم و خب اینو شاید بتونیم شکست بدیم. چند تا از این ور، چند تا از این ور و چند تا از این ور و چند تا هم از این ور. یه هیلی ور اینم میذارم وسط که اومدن بگیرن. صدای چقدر زیاده و خب اینم از این. خب برو بریم، فکر کنم باخ بدیم، نمیدونم چی، نداریم میبریم واقعا. آره خوب جر دادیم. خب فکر کنم برنده شیم که برنده شدیم. 28 تا کاپ هم اینجا به دست آوردیم. خب میخوام یکی در میون بزنم. الان از خزانه چی داریم؟ الان اول کرمک ها رو چیز کنم. آره الان نگاه کنی اگه دقت کرده باشید من توی کلن الان نفر 9 هستم که الان سره میکنم 20 تا پایینم. آره از نفر 8 اینجا چند تا بهمون اینجا جمع میده؟ 10 تا هم اینجا بهمون جمع میده. اوکی و خب این ور که پارت بعدی بهش سر میزنیم، یعنی گفتم 2 پارت، یه پارت این ور یه پارت هم اون ور، قرار ما بکنیم 1350 تا. آره الان نیروهامونم بذاریم چیزشم، معجونامونم بذاریم، میخوام 100 مونو بذاریم. این دوتا اوکیه و خب کارگرامونم که چیزه، خزانه هم که بذاری چیز کنم دیگه. ببینی میتونه پر کنه؟ نه کلشو نتونست پر کنه و قراره ارتقا بدم اینو دوباره. دوباره ارتقا بدم چون بتونم چیزای مثلا بیشتری به سرزمین اضافه کنم و خب یکم بیشتر ارتقا بدم. اینا 20 تا بهمون میده و واقعا هم ضعیفه. فکر کنم از نظر من 25 اینجاست. اینور یکم از اینور و یکم اینور یه مردونم میدارم اینجا تقریبا، اینو میدارم اینجا، یکم میدارم اینجا. خب من از این رو قشنگ میخوام دیگه پاره کنم و حالا خشم دادم بهشون. آره این هم که پاره کردی و خب باید فقط کرم استفاده نکنم، چیزای دیگه هم استفاده کنم. کاش میشد کرم ارتقا داد، واقعا نمیشه. کاش میشد ارتقا داد. اگه شما راه حلی برای ارتقا دادنش میدونید حتما تو کامنت ها بگید، من همه کامنت ها رو میخونم و خب آره دیگه یه باید سعی کنیم تا اینو آموزش بدن که آره دیگه رفاقا من سعی میکنم اینو آموزش بدن و من برمیگم پیش شما. خب رفاقا من یک زمان طولانی رو سپری کردم تا خب همین کرمک ها، کرمک دیگه اسمش چیه؟ کرمک بشک مار. حالا کرمک آدم فرقم نمیکنه، مهمیته سب کردن اینا آموزش ببینن و الان یه جنگ داد بزنن تا 150 تا و 116 تا. یعنی من 2-3 تا مچ دیگه بزنیم من شکر خدا الان این 13 تا اوکیه. نمیخوام زیاد سربازامو عدنین کنم، اینقدر به نظر من بسته
که یه دونه اینجا فقط بره که بفهمن اینه میدونم همشون جایی انداختن که اصلا سرباز نبود ولی برمیگردن هیل میشن. اوکیه این منم چند تا میندازم به نظرم بردیم مثلا شکی توش نیست. آره الان فعلا که همه جا رو گرفتیم داغون کردیم دیگه اوکی. خب الان که همه جا رو داغون کردیم باید چیدمان دیگه نگاه کنیم که ما اگه خواستیم چیدمان بچینیم همینجوری بچینیم و خب داده پر رو نزنیم بهش. خب فقط در تا نگاه میداریم که این سب نکنیم دیگه. الان همون شد بردیم فکر کنم نه بردیم چون چیزی نبوده. خب اینم زدیم 13 تا واقعا کم بود ولی به ریسکش میارزید که چیزه چون جای دیگه بریم خب حالا کاپه بریم بالا چیز سختری بهمون میفته باید حواسمون باشه. الان اینو مثلا جیر میدیم ما باید بزنیم باردی بده بغلیش که بغلیش ایشون که خودش رو قوی تر باشه. آره قوی تر واقعا خودمونم ضعیفیم دیگه چه برسه دیگه چی بشه. این الان فکرم زدیم آقا واسه نیرومون کمه من دوباره باید سب کنم تا نیرو چیز شه. وای نگو سیتم اینجا بدم زورم میاد واقعا. من دوباره سب میکنم بچه ها. من یک نیرو گفتم قراره اینو به 400 برسونم خب اونم دوتا برد. خب من به یک نتیجه رسیدم واسه چی وقتی خب تو داره سربازاش مثلا آماده میشه من نگم کاپ اینو نبرم بالا ها و همین نتیجه رسیدم و همین کارم میکنیم و چی نکنیم. خب اینو بریم بالا کاپشو الان این از این بیاید از این ور شما بیاید از این ور اینو بزنن بردی شما بیاید از این ور ابیلیتیت هم بزن و عشقی دیگه شما هم بیاید از این ور شما بیاید از این ور یه ابیلیتی هم شما بزن فکر کنم وین از آن ماست. آره وین از آن ماست چون واقعا داره خوب چیز میکنیم کاپ خوب بریم بالا. فقط میدونستم این چیزه بده درد سر میشه برام این فشفشه ها ولی فکرم بزنیمش الان اون مهمتر بود یا این که داره جرد میده هیچ میشم کمه اصلا ترسی هم نداشت بابا. این اولین وید در این سرزمین بذار اینو هم بزنه یعنی 4 تا میده دیگه اوکی. این از این کاپ الان 40 تا از اینو گرفتیم باید سب کنیم اونا هم حمله کنن چون این سخت تره. الان اینو بده من خب الان باید سب کنیم ببینیم الان 1361 همونقدر مونده تا 1400 فاصله زیادی هم نداریم یه حمله دیگه بزنیم ببینیم چی میشه. خب الان فقط این در بذار اینا بزنیم اینو مادر اینو بزن این بادکنک واقعا بده بد دمیج میده بزن بادکنک رو اینو مادر بزن این اولا ما داریم میزنیم. خب بردی بکنم اگه خدا بخواد ابیلیتیاشم که زدم اوکی ابیلیتیاشم زدم گفت این بادکنک قرار درد سر میشه انرژی گفتن داداش منو میزنی پارت میکنی یه گفتن که الان بادکنک ها جرمو میزن تمام مثل چی الان از این بر میره تمام باختیم فشار رو میشه کاری که ولی اینا رو نمیشه پوش سر هم میفرسته اصلا بفرم چند تا بمونی 22 تا هم واقعا اوکی یعنی میکنن 12 تا لازم داشتیم یا بیشتر. خب این جنگ آخر چون دیگه واقعا داره وقتی میگی طولانی میشه جنگ آخره. خب برو شما بیا از این ور شما بیا این از این دو تا ابیلیتی ها این فعالشون هم کردیم بادکنک رنگ میزدن خیلی خوب میشه این دوتا هم باید ما بزدیم. این از این ور آره واقعا کلن خودمونم ضعیف ها بیایید
این الان قدرت گرفت. من جون مادرت بزن، جون مادرت. بد بازی کردیم، واقعا بد بازی کردیم. رفقا اینم بود از کلش ما. دمتون گرم، مرسی که ویدیو تماشا کردید. الان به 77 رسیدیم پارتا. من الان باید فقط صبر کنیم، یه کوچولو صبر کنیم ببینیم چقدر کم میشه و حمله اونم که ببینیم دقت کرده باشیم. 4 تا 22 تا 40 تا 4 تا 4 تا 12 تا 40 تا 40 تا 40 تا اینا مونده والا یک روز و 14 تا 45 دقیقه قبله. گذاشت دفاع که منفی 24 منفی 6 منفی 19 منفی 18 منفی 3 منفی 7 و الان 81 دیدی هیچ چند شد. الان بذار پیامشو براتون بذارم تو ریور. منفی 18 مون کرد، تازه یک شم مونده. گوشیم هم 10% داره خاموش میشه، یعنی منفی 18 مون کرد. حالا مونده یکی مونده، این که فکر کنم جرمون میده. خیلی طول کشید واقعا، سخته اینو که بخوای ببری بالا کاپشو. یه کلیپ هم از خودش نگاه کنیم ببینیم چی شده الان. آره دیگه جرمون داد دیگه، جرمون داد. واقعا اینجا بد کار کردم، دفاعی نذاشتم. بمیر تمام. منفی چند تامون کرد؟ یو اول فصل منفی چند تا؟ وو بچه منفی 21. هرچی ما داریم میریم بالاتر پایین تر منظور داریم میرسیم. دمتون گرم، مرسی که ویدیو تماشا کردید. تا ویدیو بعدی میبینم تو. فعلا